يا مجال يا مجال يا روشا بگیره الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و خواهران عزیز، همه ما و شما الله سبحانه و تعالی در امانش در حفظش نگه بداره که این حال این بیماری در جامعه چندین شخصیت ها از دنیا گذشتن. خداوند در خاندان اینها صبر جمیل عطا بفرماید و این شخصانی که از دنیا گذشتن اینها را خداوند جاشون جنت الفردوس الاعلی بگردانه. دوستان عزیز و برادران عزیز، بسیار شناس ها یا رفیق ها بیمار شدن. دعا کنین که خداوند اینها را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. که میگوین که بیمار هستیم در خونه زنگ میزنیم حتی یعنی همون اسکار پومش با خانه اونها نمیروند. از همین خاطر دوستان عزیز کرانتین رعایت کنین و دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم را نیز فراموش نکنین. این را هر روز بخوانین، صباح و مساء یعنی سحر و بیگاه بخوانین تو اینکه همین بیماری که این حال در جامعه هست همین به شما ضرری نرساند. انشاءالله که دعاگو باشین که هم شخصیت هایی که بیمار هستند خداوند اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. و دو روز پیش یک برادر زنگ زد که قری هم خیلی بیمار هستیم، چیکار کنیم نمیدانیم، سکور زنگ میزنیم اما یگان کس برای ما یگان دوای پیشنهاد نمیکنه. گفتن که تاجیکستان زنگ زدیم، بعضی یعنی طبیبای تاجیک برای اونها مشوره دادن بعضی داروها را، اونها را میگوین که خوردیم الحمدلله که بهتر شدیم. یعنی کدامی که جوان است توکلتون به الله کنین و همین کرانتینی که این حال در جامعه هست میگن که رعایت کنین. انشاءالله که همین رعایت کنین و نمازها را ترک نکنین. انشاءالله که ثواب درجه اعلا را میگیرین، ثواب شهید. انشاءالله که کدامی که از دنیا بگذره با نماز و روزه باشه انشاءالله که ثواب شهید میگیره. با اون خاطر دوستان عزیز دعاگو باشین که خاندان اینها را خداوند صبر جمیل عطا بفرماید. قدر امان الله با دعا باشین. السلام علیکم.